نخوشیت روزنامه‌وانات گل حکمته 118 سال و سر روزنامه‌گری کردی داد در باز دبن لهش دا لسنور قزازا خو مینا پدوی زانیاری به روزنامه‌وان ناهندام و یکیجی روزنامه‌وان دبر دلگران که نود بیشم پترین بن پیکرن جالی رهبرین امنی و خالن سنوری و دین انجام دان ندان زانیاریان جلای رهبرین پلیس و براوانیا باجری و آسایش و کمالگاه ابراهیم خلیل و خالا سنوریا فشخابوری و جبلی زانیارین گریدای به اولکاریا نتوی و برجوندین گشتی به هر هجت که بد بن پیکرنا یاسا هجمار 11 یا مافی دستکفتنا زانیاریان او خدمت آراگاندن و ناودنگیا دفری ناکد روزنامه‌وان دبیجن ندان زانیاریان جلای سازی میری و آستانگی جبوی کار روزنامه‌وانی لدور دروست گریو ناچار دبن پشت به چافکانی جدا گیره بدن او یکجی خدمتا باجری ناکد گلک باش بحث هلویست خلک زا خوشی کرد هیوی خوازم که همی دستگاهین بیجن سنور قزازا خواهین هاری کار بند دیگل روشنامه وانان بلا جوازی نهیده کردن برای روشنامه وانان دا بلا زنیاری به روشنامه وانان بهت ادان نک روشنامه وان پناه جبو هندک جهت هم ببینیان جی هندک پیش بستن سر هندک مصدر بکن جبو بدست خستنا زنیاریان درکرنا یاسان الهرم کردستان گله صناعیه لی جبهه کردن وانی یاسام زحمته یعنی ویا به هر یاسا که بیت درکرن دیف را یاسا که به جبهه کردن وی بیت درکرن و اوج دیدنم پنگا و که ندرسته الپارزگاه دو که هاتیه آبتن ریدان اگدل قزازا خود چه بتن بون منیا صوتن ویا با برگیری شهرستانی دو که باخود باشه برگیری شهرستانی نه او ریدان دیتیه نش نزیک و آگهدار نه هاتیه سر هیا مکه به هجتا رین ماین تایبت بشن راگاندن ین سازین امنی لزاخو هاتن راگرتن و خالن سنوری ین ابراهیم خلیل و فیش خابورجی به هجتن جدا جدا به فرمید داخوانیان بو دزگهن راگاندن نادن جبری 118 سالان یکم روزنامه کردی زانیاری بالاف کرن پشتی 115 سالان پارلمان کردستان یاسا مافی دستکفتن زانیاریان درکر لحدانها بشکا سازین میری آمدنین زانیاری گریدای به جان اولاتیان جی به روزنامه‌وانان بدن جی لگوری خواست و تا گیری خواه ددن فاروق عمر این آرتی زاخ